خب سلام. امروز اومدیم سر این با اون همه سوغاتی های قشنگش از استان اردبیل. آقا بلان مورد توضیح بریسم ده. بهترین سوغات سرین و اردبیل با انواع اقسام مختلف bizim محصولاتımız lokum، fitil، باقلوا، حلوای گردو، حلوای حویج، معجونای درجه یک میزوار، کز، سوهان و حلوا سیاه مخصوص اردبیل. مخصوص سرین که با کره طبیعی، ارده جوانه گندم، شیره خرما استفاده رو çok عالی قشنگ işlerimizden که محصولlarımızdan خیلی مخلص انشالله. خدمت عزیزان و دوستداران عزیز در سرین سوغات سرای چهارفصل به مدیریت نورآذر هستیم. قربان عزیزم آقای نورآذر عزیز. انشالله biz هم فارسی دارید هم ترکی دارید که هموطنان فارسی زنمون هم ببینن از لوگوی اردبیل و شهرستان سرین. آره از آقای اسم شریفتون یادم رفت، مدیریت آقای پیمان نورآذر. آقای نورآذر. آره خرید بکنن. آقای نورآذر سمت سرین میدون اصلیشه تقریبا، درسته؟ بله. میدان جامشگلی. میدان جامشگلی روبروی رستوران عدل مینای. درست. خیلی عالی. دستت در نکن. انشالله هموطنان عزیزمون اینجا بیان و لذت ببرن. همه جلسه من همونو درگیم برا inşallah sarayında ve Erdebil'den geçen özel soğuqatılarıyla yemeli ve tatlı istifade eləsinlər. Mersi.